مزاحم شدم، خونه برای رهن اجاره میخواستم. چقدر بودجه داری؟ 15 تومن پیش، 500 تومن هم برای اجاره. 500 بله. خونه میخوای یا داری دنبال انباری واسه وسایلت میگردی؟ خونه. چند نفر هستی؟ ما 3 نفر. من و همسرم و با پسرم. باشه آقا جون، باشه زده زیر شیکمت، ما خونه نداریم واسه 3 نفر. یعنی چی آقا؟ یعنی این که تو مثل که قیمت ها حالیت نیست، یا باید پیش تو ببری بالا یا اجارت رو ببری بالا. من نمیتونم ببرم بالا. نداری که نداریم، ما خونه نداریم. اگه 2 نفر بودین یه چیزی. ببینم میتونین یکیتون رو کم کنین؟ جان نمیشه. چجوری یکی کم کنیم؟ من زن بچه‌مو دوست دارم آخه. برحال نمیشه دیگه. میگم بچه رو یه کاریش بکن. بچه‌م، من عاشق بچه‌م هستم. من بچه‌مو خیلی دوست دارم، ولی چون زندگیمو من خیلی بهش اهمیت میدم و دوست دارم، بچه رو یه کاریش میکنم، میبرم بهزیستی میذارم یه خونه جور کنید پس برای 2 نفر. بودجه چقدره؟ همون 15 تومن. 500 نداریم آقا جون. با 500 خونه واسه 2 نفر نداریم. بفرمایید. نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی نیست آقا جون. تو مثل که قیمت ها حالیت نیست، یا اینو باید ببری بالا یا اونو. گفتم که هیچ کدومشو نمیتونم ببرم بالا. حالا اگر 1 نفر بودین میشد یه کاری. یعنی چی آقا؟ من زنمو دوست دارم، من عاشق زنم هستم. یه چیزی بگم بین خودمون باشه. جانم، من اول زندگی شمع و عود و اینا روشن کردم، یه جوری مهریه رو پیچوندم، رمانتیک کردم رفت. ولی چون زندگیمو دوست دارم حاضرم همه کار بکنم. زنم هم طلاق میدم. یه لطف کنید پس یه خونه برای 1 نفر جور کنید. این شد. بودجه چقدره؟ بودجه همونه. بودجه‌مون نمیتونم کاری کنم. همون 500. تو دنبال خونه مجردی میگردی کثافت. تو داری دنبال جان میگردی کثافت کاری بکنی؟ نه خیلی. بری با رفیقات نه شیشه بخوری؟ بشینی مواد مخدر بکشی؟ تو مجردی؟ مرد کثافت. برو گم شو.